میخوام یکی از قوی ترین جملات تأکیدی برای خلق پول و تغییر باورهای مالی رو بهتون بگم. ثروتمند شدن یک مسیر به شدت زمانبر، پر از استکاک، فرسایشی و خسته کننده است. نیازمند استراتژی، شکست خوردن، شب بیداری برای یادگیری مهارت و عرق ریختن در دنیای واقعی است. اما چرا این چرندیات احساسی انقدر راحت روی ذهن توده مردم جواب می‌دهد؟ چون مغز انسان ذاتاً به دنبال بقا با کمترین میزان مصرف انرژی است. وقتی یک نفر با ظاهری کاریزماتیک جلوی دوربین می‌نشیند و به شما می‌گوید فقط با تکرار یک جمله ثروت به آسانی به سمتت می‌آید، در واقع دارد به بخش خزنده مغز شما رشوه می‌دهد. او سخت‌ترین کار دنیا را به ساده‌ترین کار ممکن تقلیل می‌دهد. بیایید تکنیک‌های شستشوی مغزی این مدل ویدیوها را مثل یک جراح کالبد شکافی کنیم تا برای همیشه در برابرشان واکسینه شوید. چرا میگوید 21 شب؟ چرا تأکید می‌کند دقیقاً 100 بار با تسبیح؟ چون می‌خواهد به شما توهم انجام یک کار مهم را بدهد. وقتی شما در رخت خواب 100 بار یک جمله را میگویید، مغزتان ترشح دوپامین میکند. شما به شکل کاذب احساس رضایت میکنید، انگار واقعاً قدمی برای ثروتمند شدن برداشته اید. در حالی که شما فقط روی تخت دراز کشیده اید و اکسیژن مصرف کرده اید. این ترفند انرژی حیاتی شما را که باید صرف حل یک مسئله یا ساختن یک کسب و کار شود، در یک سیاهچاله احساسی تخلیه می کند. به این بخش از جمله‌اش دقت کنید. ثروت از راه‌های پیش‌بینی نشده به سمتم می آید. این یک ترفند روانشناختی بی‌نظیر برای فریب دادن خودتان است. وقتی شما این بذر مبهم را در ذهن می‌کارید، مغزتان دچار سوگیری تایید می‌شود. فردا صبح اگر در جیب کت قدیمیتان 50,000 تومان پیدا کنید یا یک نفر در خیابان شما را به یک چای مهمان کند، ذهن شرطی شده شما فریاد می‌زند: دیدی؟ کائنات جواب داد. و اگر هیچ اتفاقی نیفتد، این رویا فروشان از قبل راه فرار را باز گذاشتند. حتما با احساس خوب نگفتی، حتما ارتعاشت پایین بوده. این یک بازی است که آنها همیشه برنده‌اند و شما همیشه مقصر. در انتهای ویدیو میگوید: کیا پایان؟ کامنت بذارید من هستم. فکر میکنید او واقعاً نگران تعهد شما برای ثروتمند شدن است؟ ابداً. او در حال دوشیدن توجه شما برای الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی است. هر کامنت من هستم یک سیگنال به الگوریتم می‌فرستد که این محتوا جذاب است. شما با دست خودتان و با آرزوهای پاکتان دارید جیب او را پرپولتر می‌کنید و به وایرال شدن این خزعبلات در جامعه کمک می‌کنید، در حالی که خودتان فردا صبح باید دوباره سر همان کار خسته کننده قبلی برگردید. عزیزان من، بگذارید ساده و بی پرده بگویم. در دنیای واقعی، قانون جذب برای آدم‌های منفعل کار نمی‌کند. اینجا قانون ارزش آفرینی و مبادله حاکم است. ثروت پاداشی است که جامعه در قبال حل مشکلاتش به شما می‌دهد. هیچ کائناتی منتظر ننشسته تا شما چشمانتان را ببندید و برایتان پول پست کند. این افراد با کلمات مسحور کنندهشان به جای اینکه به شما ماهیگیری یاد بدهند، عکس یک ماهی را به شما می‌فروشند و می‌گویند اگر 21 روز به این عکس نگاه کنی، سیر می‌شوی. وقت آن است که این بندهای نامرئی را پاره کنید. ذهنیت جادویی را دور بریزید. اگر می‌خواهید ثروتمند شوید، تسبیح توهم را کنار بگذارید و یک کتاب در مورد اقتصاد، فروش یا یک مهارت تخصصی دست بگیرید. کیمیای واقعی جذابیت و ثروت ترکیبی از هوش، مهارت و عملگرایی بیرحمانه است. اگر این ویدیو توانست حتی 1% از پرده این عوام فریبی را از جلوی چشمانتان بردارد،
آن را برای کسانی که دوستشان دارید و در دام این شیادان افتاده‌اند بفرستید. در بخش کامنت ها برایم بنویسید تا حالا چه دروغ‌های زیبایی در مورد یک شب پولدار شدن به خورد ذهن شما دادند. کانال را سابسکرایب کنید تا با هم فرکانس آگاهی و منطق را بالا ببریم.